آمفی‌تئاتر باستانی فلاویو در شهر روم، موسوم به کولوسئو، در 2000 سال پیش محل خوشگذرانی رومی‌ها و امپراتورانی بود که به دیدن نمایش بیرحمانه و خونین برده‌ها و حیوانات درنده می‌نشستند و در مرگ برده‌ها که به گلادیاتور معروف بودند شادی می‌کردند. در کنار این اثر باستانی که هر سال میعادگاه میلیون‌ها گردشگر خارجی و دانش آموز مدارس است، 4 نقشه سنگی وجود دارد که بر روی آن قلمرو امپراتوری روم، همسایگان و مناطق مختلف جهان باستان از جمله خلیج فارس که ایتالیایی‌ها آن را گلف و پرسیکو می‌خوانند حک شده است. در این نقشه‌های سنگی به خوبی نام تاریخی خلیج فارس مشخص و نشان داده می‌شود که حکومت‌ها و مردم روستار باستان آب‌های جنوبی ایران زمین را همانند امروز با نام خلیج فارس می‌شناختند. پیر فرانچسکو کالیری، باستانشناس و ایرانشناس ایتالیایی هم با تاکید بر اینکه خلیج فارس نامی در دل تاریخ است تصریح کرد: همونطور که می‌بینید در این نقشه سنگی که مربوط به 2000 سال پیش است، نام‌های تاریخی مناطق جهان نوشته شده که دقیقاً نشان میده که نام خلیج فارس بیش از 2000 سال پیش وجود داشت و که مردم روم باستان از همین نام استفاده می‌کردند.